سلام بچه ها، خوش اومد به ویدیو دیگه اومدیم پارت 2 ماینکرافت سروایوال و قرار بریم و اینم اینونتوریمونه. همونطور که میبینیم وسیله خیلی خوبی درست کنیم اول روز گیر بیاریم. حالا قرار بریم چوب بزنیم، خونه بسازیم و وسایلمون اونجا بزنیم و وسیله که میخوام درست کنیم و بیریم برای پارت 4 میشه ماین دایمند. خب بریم برو مشکلش باید اونجا شناخت کنیم خودش. بزنم چون من چوب داریم کلن باید نمیدونم خیلی چوب بزن اگه اجازه بده بازی اونیا بزنم در فون ایجاد چه ایوان ببینیم ما الان 17 تا آیرون داریم. تازه پارت پیش خوش شانس بودیم چون اول یه دونه پورتانس رو کردیم، بعد کشتی باید کردیم، بعد گنجه باید یه دونه کنی که چک بکنیم که رفتیم زیر شنا که بتونیم ببینیم کجاه مگه نه بچه ها دیگه چیز نخوریم. بزن گنجه رو بزن بیرون به دردمون نمیخوره که چرا کیو رو اشتباه داشتم. این رو بزنیم نمیدونم چه در فقط بیکاری حاجی فکر کنم ویدیش دیدم اومدم خوشحالی بال در بیارم ستا این آتیشه آنه گله اینو مامین بزنیم با اینجا چیه؟ آها خور آبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اشتباهی سفرم رو دادم هست. خب بریم نظر چوب بزنیم که بتونیم یه تبر آیرون بسازیم سریعتر. خب من یه دونه بتونیم بسازیم یه دونه. آره میریم میذاریم اینجا دو تا پایین اینطوری فکر کنم بود اشتباه گذاشتم. چرا درست نشد؟ چرا درست نشد؟ وای من نگاه کن دارم بچه خیلی وقت بازی نکنم واسه هم یه ذره زیادی دعا نیستم میگم چرا درست نشد. بله سریع سرعت بزنی چوبو ادامه بدیم. یه استک جمع کنم دو استک کافیه. بچه که برام تعداد خیلی کم که نمیدونن استک یعنی 64 تا چون بعد 64 تا دیگه تو یه دونه حساب جا نمیشه، تو یه دونه بخش جا نمیشه. مقدار خیلی اولی شت یه چیزی لاوه اولیش اینجا من فکر نیستشون چون معمولا توی این بای کلی روستا دیدم احساس میکنم که حتما یه روستایی هست. این 39 تا 40 50 ادامه همین توش کلی چوب از من میشه ولی حالا میزنم چوب ادامه بدیم. برو این مال درختم شرطا
با طبق خیلی طراحی خوب کارشو انجام میده. خب حل شد. الان احتمالا کلی چیز میگیره. نشدی چه نمیذاره چیز بگیرم، مستقیم کلشو بگیرم. ای شاید بیشتر از 64 تومنه. سه استقلال داده تا نخواه یه استک دیگه هم بده. بله 4 تا استک چوبه مونده که برای ساخت خونه به شدت کافیه و حتی خیلی زیاده. خب بریم خونه رو بزنیم. یه سر صاف میخوام پیدا کنم. اگه پیدا نکنم مجبورم 2 ساعت وقت بزنم و کلش قطع کنم. این بغل میزنه که بعدا برای فارم مشکل نخوره. میخوام خونه رو طویل درست کنم. پشماجی باک خود یه لحظه. این اتفاق خیلی توی ماینکرافت که شیدر روش نمیافته، نمیدونم چرا. نمیدونم اگه برای شما که شیدر ندیدم میافته بگید. این از تو اینجا خرم. وای من سوتی توی ساخت و ساز زیاد باید آماده باشید. خب 2 3 4 میخوام یه خونه براتون بسازم. بچه گوشگاهش نمیزنم، میخوام سنگ بیارم. این از این. این از این. بچه ها تازه میخوام سقف شیرونی کنم و احتمالا داستان هایی خواهیم داشت چون خیلی سقف برای بلند شد. بس من یه طبقه کم کنم آره جلو. آره بزنیم. آره یه دونه کمتر بزنیم. وای دوباره کار نشه البته. دوباره 20 ساعت برم خودشون بکنم. البته کمک میکنم. 3 تا رو میکنی که زیر 3 تا رو میزنی که زیر شیرونی هم بتونی در بچه هم ساختمان افتضاحم ولی الان چون لازمه مجبورم بسازم. خب این از یه تیکه. فقط الان یادم رفت را برم بالا. ایوان اینا رو بزنیم بعدا جمعش میکنم. بریم اون تیکه هایی که اضافه زدیم رو جمع کنیم. آه وای حاجی میتونستم کارم اخریتی کردم. اشکال نداره کاریش میکنیم. البته من الان کاری نداره این کار انجام دادم ولی ساختن انجام جاییه که من شما خونه ساختن دیگه شبا رو خودکار روز میکنم. الکی من این تو منتظر هم ویدیو الکی طولانی میشه. بعد دارم تخت بیارم. بذاریم t/time set day time set ایوان
اینا رو بزنیم. یه خونه شیرونه خفن براتون بزنم. اولین خونه خفن من میشه من هیچ وقت امیدوارم حالا بتونم که یه لحظه بعد یک عمر یه جوری اسپان شده. این از این ورش بزنم. البته من یه دستش میگم یعنی اضافه کاریش ولی اشکال نداره. عالی شد. چرا درش کجه؟ واقعا برای میزنم چیکارش کنیم؟ کلا بریم دیگه بهش چیز اضافه کن کرد. بذارید این یه تیکه رو مایل کنم. درست اگه این برم بذارم درست شد تقریبا هیچ فرقی نکرد. حالا اشکال نداره شما به بزرگی خودت یه تیکه رو بپذیرید از من. در کو بذاریم اونم یه کمی بذاریم بله شما به اینجا. عالی شد بچه فوق‌العاده. بعد دوم میساخت بهترش کنم. فعلا بذار کرافتینگ تیبل رو بذاریم. اول از این ور یه دونه ککس بسازیم که بریم مایل کنیم سنگ. بچه ها میدونم که میشه حال نمیتونم ولی حال نمیده چون کلی طول میکشه. یه لحظهش بکنم بس باشه دیگه. بله بس فقط پارت باید تموم شه الان. بله بچه خب بذار دور سوچ بدم. مرسی که تا آخرین ویدیو هم رو بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.